با سلام و درود دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. اول یک معرفی کوتاه از خودم داشته باشم. من زینالله تابش هستم. حدود 8 سال میشه که وارد بازارهای ارزهای دیجیتال فارکس شدم و تقریبا حدود 3 سال میشه که کارم و تخصصم همین فارکس و کار دیگه ای ندارم بجز همین ترید. و مواردی که خلاصه ما شروع کردیم اون زمان از دوران آقای سعید خاکستر، خلاصه ما ترید به صورت تخصصی شروع کردیم. حالا یک چند سال طول کشید تا اینی که به سود مستمر برسیم و تمام این موارد رو خلاصه خیلی خلاصه و خیلی فشرده میگم. حالا شما اگه خواستین بعدا دو بار گوش بدین. ببینید دوستان عزیزم، یکی ما واقعیت های ترید داریم، 7 تا گام داریم که یک نفر باید برداره تا اینی که تریدر بشه. خب عزیزان، در مورد مقدمه فارکس اگه صحبت بکنیم، مقدمه ترید اصلا بخوایم صحبت کنیم، ببینید اگر کسی این موارد را ندونه هرگز تریدر نمیشه. اون چی مواردیه؟ موارد این که شما چقدر مثلا ذهنیت اینو دارین که چقدر سود کنه. این چی ذهنیت در مورد زمان تریدر شدن دارید، چی ذهنیت در مورد یاد گرفتن ترید دارین، چی ذهنیت در مورد شغل تریدری اصلا دارین، اصلا چقدر شما باید هزینه بکنین، چی دوره ای رو بگذارونین. همه این مطالب اینجا گفته میشه. ببینید ابتدای کار بهتون بگم که این ویدیو چرا اصلا ساخته میشه، هدف از این ویدیو چیه. ببینید من دوستان خیلی زیاده دارم که تو این زمینه وارد شدن، یعنی تو زمینه ترید، ولی ناموفق بودن. این آدما روزانه حداقل 2 ساعت تا 3 ساعت پیام میدن، زنگ میزنن، خلاصه میپرسن. یک تایم خیلی زیاد از من میگیره که من اینا رو راهنمایی کنم. بعد تصمیم گرفتم خب چی کاریه این همه تایم من هزینه کنم تا اونا رو یاد بدم، مسیر رو نشون بدم. چی کاریه؟ خب یک دونه ویدیو ضبط میکنم، تمام مسائل ترید رو اینجا در موردش صحبت میکنیم، از ذهنیت گرفته قدم های ترید، یعنی همه اون چیزی که یک تریدر نیاز داره که بشنوه. خلاصه اینم بگم که من در طول 8 سالی که وارد این بازار شدم با هزاران نفر در گروه ها، در کلاس ها، خلاصه در ارتباط بودم و یعنی روزانه حداقل به 30 نفر به این پیام میدن. یعنی میخوام بگم که ذهنیت اکثر تریدرها رو میشناسم که چی دغدغه‌ای دارن و اون دغدغه ها رو میخوام الان به شما بگم که راه را گم نکنید. اگر تازه میخواین شروع بکنین، این ویدیو میتونه که مسیر رو بهتون مشخص بکنه. اگر وارد این بازار شدین و به سود نرسیدین، میتونه بگه که دقیقا مشکل شما کجاست و یک سری مطالب آموزشی که اصلا جای ندیدید و نمیتونید پیدا کنید، تجربه شخصی خودمه و میتونید ازش بسیار بهره خوبی ببرید. خب این هدف از این دوره. و در آخر شما چی به دست میارین؟ شما اگر تریدر تازه کارید، احتمالاً یک از این 2 تا تصمیم ها رو خواهید گرفت. یا منصرف خواهید شد، واقعیت های این بازار رو ببینید، یا راه اصولی رو میرید. و اگر شما شخصی هستین که وارد این بازار شدین قبلا ولی به سود نرسیدین، دقیقا مشخص میشه که شما چی مشکلات رو دارین، در کدوم گام گیر کردین و کجا نیاز به کمک دارین. همین شما به این نتیجه ها خواهید رسید. و یک سری مطالب آموزشی در خلال همین ویدیو خواهیم گفت که هیچ جا نشنیدید. یعنی شما میتونید با ما هر گام را که میگم یک راهنمایی هم بهش میگم که شما بتونید خیلی سریعتر اون مسیر رو طی بکنید. خب در ابتدای کار
این مقدمه بود. دوستان عزیز، گام اول تریدر شدن ذهنیت درسته. یعنی شما چی انتظار دارین از بازار فارکس و از سختی هاش؟ همین ابتدای کار یک مورد رو بگم. یک سری مثلا میاد در سوشال میدیا تبلیغ میکنه که آره این بازار آسونه، کار نمیدونم نداره، خلاصه ما بریم یک شبه پولدار بشیم. ببینید اولین واقعیتی که بهتون بگم، این بازار صفر و صد هست. یعنی شما صفر یا صده. اگر شما بتونی از این بازار سود بگیری که بعد چند سال میرسی، شما صده، و اگر نتونی صفره. الان یک مثال میزنم تا بهتر متوجه بشی. شما اگر بره علوم کامپیوتر یاد بگیری، مثلا بره دانشگاه 2 سال اونجا بخونی، یا مثلا 4 سال رو تمام میکنی، به جای 100 شما 75 بگیری، یک کار معمولی میتونی گیر بیاری. ولی اینجا اگر شما 99 هم بگیری، شما صفره، هیچ سودی نمیتونی بگیری. به همین دلیل میگم اینجا بازار صفر و صد هست. یعنی اگر خواستی وارد این بازار بشی، در همین ابتدای گام باید بهتون بگم که اگر میخوای وارد این بازار بشی، باید کمرتو سفت ببندی که میخوای تا 100 باید بره. و چی دوره ای رو باید شرکت کنی، چی کتاب رو باید بخونی، چی طوری زمانتو مدیریت بکنی. اینا رو در موردش بیشتر صحبت میکنم. اول باید بدونی که علم صفر و صد هست. یعنی شما نمیتونی یک کم ترید بدونی یک کم بتونی پول در بیاری. دومین گام اینه که شما چقدر درآمد داری بعد از اینکه تریدر شدی. یک سری ها مثلا وعده های میلیاردی میده. ببینید من هیچ نفعی از این ویدیو ندارم که بگم مثلا یک چیز غیر واقعی بهتون بگم. ببینید درآمد از فارکس معمولا کسانی، البته اینو بگم که کسانی که وارد بازار فارکس میشن اکثرشون با دید پراپ وارد بازار میشن، که البته دید درسته. یعنی مگه که من مثلا برم تریدر بشم که یک حساب پراپ، یا همون یک سری شرکت ها هستن که پول میدن به تریدر ها، کسایی که تریدر های موفقی هستن که باش ترید بکنن، مثلا از 10,000 تا مثلا 400-500 هزار دلار بهش میدن. درآمد از این بازار هر کسی باید گفت که از بین 5 تا 15% بیشتره، از اونجا فرار کن. آمار جهانی اینو میگه، تجربه 8 ساله من اینو میگه، رفیق هایی که موفق شدن دارم من اینا رو میگه. بین ماهانه بین 5 تا 15% شما بیشتر سود نمیتونی بگیری. یعنی شما همون اوایل کاری که تریدر میشی، البته بعد از یک در ترید موفق میشه، شما بین 400، حالا یک حساب مثلا 10,000 پورا بگیری یا 25,000، مثلا همون ابتدای کار شما میتونی بین 600-700 دلار همچون چیزای درآمد داشته باشی بعد از یک در ترید موفق شده ها، نه سالهای اول. این دومین موردیه که باید خیلی روی تصمیمات شما اثر بذاره، و اون تصمیماتی که قبلا گرفتین که رویا فروشا بهتون گفته، اونا رو بذارید دور. واقعی ترینش اینه. و مورد بعد، مورد سوم پیش نیازهای شغل تریدری چیه؟ ببینید عزیزان، اگر شما، البته این پیش نیاز خاصی نیاز نداره، شما یک 12 کلاس سواد داشته باشین، یکم کامپیوتر بلد باشین، یا بتونید کامپیوتر یاد بگیرین، یکم در حد مبتدی کامپیوتر داشته باشین، همین یکم انگلیسی بدونید، شما میتونید در بازار فارکس شرکت بکنید. و کسانی که مثلا خرج خانه میده، یا مثلا هزینه های زندگی میده، دغدغه های اونچنانی داره، همین ابتدای کار بگم که این بازار مال شما نیست، وارد این بازار اصلا نشین. اصلا برای همچون شخصایی که دغدغه های زندگی خیلی زیادی دارن نیست. چقدر زمان میبره که مثلا گام مرحله چهارم، البته نکته چهارم باید بگم، گام ها که حالا مونده برای بعد، نکته چهارم چقدر زمان میبره. ببینید دوستان عزیز،
تریدر شدن چون علم صفر و صد هست. اگر دو تا راه دارن اینجا، یکی به روش خود آموز اگر شما پیش برید یا همون پکیج های رایگانی که ریخته، شما میتونید بعد 5 سال تریدر بشید. 4 سال الا 5 سال زمان میبره. چرا اینو میگم؟ سه تا تیپ شخص، هر شخص تو این دنیا میتونه یک از این سه تا تیپ شخصیتی رو در قبال پول داشته باشه، یا عجوله یا صبور یا کمالگرایه. ببینید اون کسی که پکیج مفروشه فقط تکنیکال برای شما مفروشه، ولی 4 تا 5 تا گام دیگه غیر از تکنیکاله. اونا رو شما باید بعدا برید در کتاب ها دیگه، در خدمت شما عرض کنم کتاب های روانشناسی، آمار احتمالات، کتاب های مدیریت ریسک، اینجور چیزا سرچ کنید و سالها زمان میبره که شما بتونید به یک جنبندی برسید، شخصیت خودتون رو بشناسید. مسیر دوم تریدر شدن هم مسیر منتورشیپه. منتورشیپ چیه؟ منتورشیپ کسیه که قبلا خودش این راه رو رفته و میخواد این راه رو به شما نشون بده. خودش آدم موفق بوده. ببینید شما زمانتون میذارید. اگر قرار هست کسی که خودش میگه مثلا من منتورشیپم، دورش رو شرکت نکنید. شما زمانتون میذارید، پولتون میذارید، باید قطعا و 100% استیتمنت ازش بخواین، لایف ترید ازش بخواین، و همچنان اگر طرف ادعا داره که در پراپ موفقه، اون سابقه ترید پراپش رو ببینید و این موارد رو داشت. اگر شما همچون تریدر پیدا بتونید که خودش آموزش هم بده، منتورشیپ هم داشته باشه، شما بین 1 سال تا 2 سال تریدرین. اینو به این چی دلیل میگم؟ به این دلیل میگم که اگر یک شخص هست مثلا شرایطشو نداره که مثلا 4 سال 5 سال وقت بذاره، یعنی مثلا زمانشو نداره، میتونه که دوره های منتورشیپ شرکت کنه. دوره های منتورشیپ خیلی هم گرونه. ببینید یک چیز اینجا سوء تفاهم نشه، من خودم به شخصه دوره هایی که شرکت میکردیم قبلا 600 700 دلار بهش پول میدادیم. البته یک از دوره هایی که ما شرکت کردیم مثلا دوره اف ماینت، خلاصه چی بود، RTM، اون زمان مثلا ما 600 700 دلار پول میدادیم بهش. ولی الان یک سری مثلا تو ایران هستن، حالا نمیدونم چقدر راست میگه یا دروغ میگه، ولی مثلا با قیمت های ارزون تری اینا آموزش میدن. خب این شد مقدار زمانی که شما باید بگذارید. یک، شما اگه با پکیج برین 4 سال، اگر با منتورشیپ برین بین 1 تا 2 سال شما میتونید تریدر بشید. خب و در جنبندی گام اول باید بهتون بگم که این شغل صفر و صده، آسون نیست. به اندازه جراحی قلب ریزکاری داره، یعنی به همون اندازه. هر کسی که غیر از این گفت داره دروغ میگه. این ویدیوها رو هم برای هر کسی که تو این مسیر گام گذاشته یا راهش رو گم کرده یا تازه میخواد شروع کنه، اگر میخوای یک ویدیوی واقعی و مسیر درست میخوای نشونش بدی، همین ویدیو رو نشونش بده. البته یک مورد رو یادم نره، چون این ویدیو مثلا از قبل برنامه ریزی نشده، فقط بداهه تجربیات خودم. ببینید یک از کارهایی که اتفاق میفته تو مسیر تریدر شدن اینه که اون شخصی که وارد این بازار میشه راهش رو گم میکنه. از مهمترین دلایلی که طرف راهش رو گم میکنه اینه که همین مرحله اول ذهنیت درست نداره نسبت به ترید. یک مثال میزنم، شما از تهران میخوای بری مشهد، یکی مستقیم میره، یکی یکم راه اشتباه میره مثلا سمت بندر عباس میره، از اونجا میره مشهد. یکی راه خیلی اشتباه میره مثلا میره سمت مثلا کجا، تبریز، از اونجا میره مشهد. یکم میره مثلا به برهوت کلا. داستان تریدریم دقیقا همینه، یعنی یکی راه مستقیم میره، همون مسیر منتورشیپ رو میره، راهی که باید بره دیگه. من نمیدونم، من واقعیت رو خواستم بگم. یکی مستقیم میره 1 ساله 2 ساله تریدر میشه، یکی راه یکم اشتباه میره سمت بندر عباس میره 4 سال طول میکشه تا تریدر بشه. یکی سمت مثلا راه زیادتر اشتباه میره به سمت چی میره، به سمت مثلا تبریز میره،
این مثلا 5 سال طول میکشه تریدر بشه. یکم راه و جور اشتباه میره که هرگز دیگه قابل جبران نیست، هرگز دیگه نمیتونه که تریدر بشه. این خلاصه گام اول بود. در گام های بعد بهتون توضیح میدم که شما چجوری میتونید. البته این گام یک مقدمه بود، یک پی ساختمان بود، یک حالا به قول افغانستانی ما افغانستانی ها یک پی ساختمان بود، یک پایسنگ ساختمان بود که اگر اینجا رو شما کج بذارید و ذهنیت اشتباه داشته باشین قطعا شما بعدا به مشکل میخورین. این پی ساختمان بود. مراحل بعد، یعنی من خودم به شخصه الان که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم و محتوایی که قرار ضبط بشه میبینم، خودم اصلا میگم که حیف که همچون ویدیوی ما 6-7 سال پیش مثلا 8 سال پیش ندیدیم که قطعا میتونستیم اون مسیری که باید بریم رو نصف میکردیم. پس قدر این ویدیو رو ببینید. البته درسته که میگن ویدیوی رایگان قدر نداره، ولی قدر این ویدیو رو بدونید و به شما تبریک میگم که تا این اندازه کنجکاوید که راه موفقیت رو پیدا بکنید. گام دوم مرحله تریدر شدن. ببینید یک موضوعات رو ما از گام اول یادم رفت بهتون بگم. من این بازار رو نه به کسی توصیه میکنم نه به کسی پیشنهاد میکنم، اصلا کار بهشون ندارم. ببینید یک سریار اگر توصیه کنه فکر میکنه که اینجا خیلی مثلا پول در آوردن آسانه، ما بیایم فقط ما موندیم که از اینجا پول در بیاریم. یک سریار اگر نه کنی میگه که آره تو خودت مثلا چرا سود میکنی، چرا مثلا یک سریای دیگه اصلا سودای خیلی اونچنانی میکنن مثلا ما رو نمیذاری مثلا حسودی میکنن. من میخوام واقعیت ها رو بگم، با واقعیت ها آشنا بشین، بعدش خودتون تصمیم بگیرین که اگر مرد این کار هستین. البته این جمله درستی نیست ولی مثلا بگم که اگر البته بهتر بگم شرایطش اگر دارین وارد این بازار بشین، اگر شرایطش ندارین وارد این بازار نشین. ما در گام قبلی ذهنیت و مسیر تریدر شدن رو گفتیم که شما که مهمترین بخش ها خیلی مهمه و در طول ادامه این 7 گام دوم و سوم همه میرن. گام چهارم به بعد که 80% تریدرها اینو به جرئت میتونم بگم 80% اونجا دارن گیر میکنن. گام دوم و سوم اینجا توضیح میدم که چقدر زمان میبره و چی چیزهای هست. در گام دوم شما با اصطلاحات آشنا میشین، با فارکس آشنا میشین، با ارزهای دیجیتال آشنا میشین، با صرافی ها، پلتفرم ها، بروکر ها، دیگه با اصطلاحات مثلا مثل نمادها دیگه. خلاصه پلتفرم کلا یاد میگیرین دیگه. خلاصه اینجوری بگم، یکی شما اینجا اصطلاحات یاد میگیری، یکی پلتفرم ها رو یاد میگیری، به همین سادگی. خلاصه شو بگم مرحله دوم همه میرن، اینجا نیاز به توضیح ندارم. گام اول مهم بود که شما خلاصه دیدین و تصمیم گرفتین و یک ذهنیت پیدا کردین که شما میتونید چقدر سود بکنید، چقدر زمان میبره، چقدر حالا موارد دیگه. وارد گام سوم میشیم. ببینید در گام سوم شما ببینید یک سبک معاملاتی رو انتخاب بکنید. حالا بعدا قطعا یکی میاد از من سوال میکنه که سبک خودت چیه؟ ببینید من وقتایی که آقای سعید خاکستر درس میدادن، تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر اول کار میکردم، بعد آی سی تی آمد، آی سی تی کار کردم، بعدش خلاصه این دیس آمد. این ستا رو با هم دیگه ترکیب کردم، یک ستاپ ازش در آوردم. البته باید بگم که تکنیکال فقط 20% کارها. شما میرین در گام سوم یک سبک آموزشی رو سبک ترید رو یاد میگیرین. اینجا سبک های مختلف هست، ایچیموکو هست، الیوت هست، نمیدونم آلفونسو هست، نمیدونم NDS هست، آی سی تی هست، هزاران نوع سبک وجود داره که من بهتون نمیگم که کدومش، چون هر کسی یک ذهنیت نسبت به چارت میتونه داشته باشه. به همین دلیل من به کسی نه توصیه میکنم، نمیگم که فلان دوره خاصی رو شرکت بکنید، فقط میگم که یک سبک معاملاتی که با روحیات خودتون ببینید سازگاره اون رو شرکت بکنید. یعنی مثلا برید یک سبک معاملاتی رو یاد بگیرید.
یک سبک معاملاتی مثل آلبروکس خوبه، آی سی تی خوبه، اندیس خوبه، آلفونسو خوبه. من این چهارتا رو اگر خواستین بهتون پیشنهاد میکنم که اینا میتونه سبکای باشه که یکم آسانتر باشه و یکم با ساختار بازار سازگارتره. خط روند و کلاسیک و اینجور چیزا رو بعدا توضیح میدیم که اینا یک علم توجیهه. خب اینجا شما 4 ماه طول میکشه که ماه اول، یعنی در گام اول شما مثلا زمان اونچنانی از تو نمیگیره. در گام دوم 1 ماه زمان میبره که پلتفرم استفاده رو یاد بگیرین. در گام دوم، در گام سوم ببخشید، در گام سوم یک سبک معاملاتی تکنیکال شما یاد بگیرین. از شما یک چیز حدودی میتونم بگم بین 4 ماه 5 ماه همچون چیز زمان میبره. یعنی شما تا گام سوم 6 ماه زمان گذاشتین. تا اینجا همه تریدر ها میاد، یعنی 99% کسایی که میخواد تریدر بشه، البته اون گام اول که یک سری ذهنیت هاست اونا رو نداره، ولی گام دوم سوم 90% تریدر ها میاد طی میکنه. ولی از گام چهارم داستان اصلی شروع میشه. بریم برای دیدن گام چهارم. گام چهارم مهمترین گام. ببینید ترید از اینجا داره تازه شروع میشه. ببینید در کدوم گام گیر افتادید. تا اینجای کار شما فقط مثلا یک ذهنیت درست باید میداشتین، تکنیکال یک سبک معاملاتی رو باید یاد میداشتین، یکی مثلا اصطلاحات پلتفرم ها. همه تا اینجا میاد. 100% آدم ها، البته بجز اون گام اول، 100% آدم ها تا اینجا میان. ولی از اینجا اون تریدر هایی که موفق هستن راهش از اینجا جدا میشه. یکی به سمت موفقیت میره، یکی به سمت ناکجا آباد. دقیقا اینجا مرحله چهارم چیه؟ مرحله چهارم بک تسته. بک تست نه اون چیزی که شما در سطح اینستاگرام دیدین. الان بهتون توضیح میدم بک تست چیه. بک تست شما در گام سوم یک استراتژی رو یاد گرفتین. در گام چهارم البته اینو با سبک من باید توضیح بدم که مثلا شما منتورشیپ دارین، ولی در آخر میگم که اگه منتورشیپ ندارین، خودآموز میرین، چجوری مثلا این مراحل رو طی میکنین. حالا مثال میزنیم و فرض میگیریم شما منتورشیپ دارین. ببینید دوستان، اینجا روانشناسی خود ظاهر میشه در گام چهارم، مدیریت ریسک ظاهر میشه، آمار و احتمالات ظاهر میشه. آمار و احتمالات تا هنوز کسی در موردش صحبت نکرده و شما هم جای پیدا نمیتونید، ولی من بهتون ثابت میکنم که بدون آمار و احتمالات شما نمیتونید موفق بشید. نمیتونید موفق بشید دوستان. تا گام سوم که گفتم همه میان. از گام چهارم یک منتور میاد به شما میگه که 100 دانه تمرین انجام بده. از 100 دانه تمرین به حدود، حالا نمیدونم یک چیزی رو بگم نگم، ما اکثر دوستان داشتم که مثلا براشون تدریس میکردم، 70 دانه سوال بود که باید در این مرحله بک تست بهش جواب میدادن. الان بهتون میگم که شما چی کار باید بکنید. شما 100 دانه بک تست آیا گرفتین؟ یا اگر تازه میخواین وارد این بازار بشین، 100 دانه بک تست بگیرین و به سوال 79 سوال، من نمیخوام همش مثلا اینجا چون ویدیو خیلی طولانی میشه، میخوام بگم که چه تاثیر روی ترید شما داره. شما بعداً وقتی ترید میخوای مثلا انجام بدی، شما مثلا 3 تا استاپ لاس پشت سر هم میخوری، اونجا به هم میرزی، به فکر این میفتی که برم سبکم عوض کنم. ولی اینجا در بک تست شما اگر در 100 دانه ترید این آمار را اینجا در آورده باشین که بعضی وقتا شده که مثلا 3 دانه استاپ پشت سر هم باشه ولی آخر من موفق بودم، اونجا دیگه نمیترسین، ذهن شما نمیترسه. یعنی خیلی مهمه. مثلا یک مثال دیگه میزنم. شما یک وقتی هست مثلا یک موقعیت رو گرفتین
مثلا هی منتظرین که مثلا چند ساعت زمان میبره که مثلا منتظر میدوین این طرف و طرف، انتظار دارین که مثلا این 20 دقیقه مثلا تیپی بخوره. از لحاظ ذهنی به هم میرزین اونجا که هی تیپی نمیخوره زودتر میبندین. این باید در بک تست قبلا مشخص شده باشه که شما هر تریدتون میانگین چند دقیقه زمان میبره. مثال بعدی که بزنم، شما مثلا همون لحظه انتظار دارین که یک موقعیت معاملاتی گیرتون بیاد، همون لحظه شما معامله انجام بدین، ولی قبلا در بک تست باید اینجا اتفاق افتاده باشه که شما در محاسبات باید تو ذهنتون حق شده باشه که در مثلا یورو یو اس دی در تایم 15 دقیقه که من ترید میکنم، من چند ساعت باید انتظار بکشم تا یک موقعیت معاملاتی گیر بیاد و چند دقیقه اگر این موقعیت رو نگیرم از دستم میره. 79 سوال باید از این 9 سوالات جواب داده باشین شما. خیلی مهمه. این شد مرحله چهارم. مرحله چهارم شما آمار و احتمالات، روانشناسی و مدیریت ریسک، اینجا یک محاسبات پیچیده باید داشته باشین که نقش هر کدومشون نمیگم. اولین چیزی که در گام چهارم برای شما مهمه آمار احتمالات. آمار احتمالات اینجا باید وین ریتتون مشخص بشه، ریسک و ریواردتون مشخص بشه، دراودانتون مشخص بشه و از این موارد. بعد اینا دیتا رو میده به چی؟ روانشناسی. شما با ببینید یک چیزی رو در گوشی بهتون بگم، اون چیزی که در سطح اینستاگرام میگه که شما مثلا کنترل ترس و طمع، ببینید کنترل نمیشه. مثال میزنم، شما الان شما چشمتو ببند، دستتو به یک سمت دراز کن، یکی آتش روشن میکنه همون لحظه. خب شما مثلا سری دستتو عقب میکشی، بازم میگه چشمتو ببند، دستتو بیار جلو، ما قرار آتش روشن کنم. ذهن دیگه اجازه نمیده که شما دستتو دراز کنی. شما آیا میتونی کنترل کنی؟ کنترل نمیتونی. ولی در گام چهارم، در گام بک تست، شما میتونی از آمار و احتمالات به این نتیجه برسونی خودتو. ذهن تو بقبولونی که واقعیت اینه که درسته من مثلا 3 تا استاپلاس پشت سر هم خوردم، درسته که خلاصا موارد اتفاق افتاد که مثلا من مثلا 5 ساعت طول کشید که یک موقعیت گیرم آمد، یا درسته که مثلا من مثلا صبر نکردم، مثلا استاپلاس خوردم، یا مثلا ببخشید برای تیپ خوردن صبر نکردم. باید با ذهنتون کنار بیاین. روانشناسی میشه این و مدیریت ریسک شه. از آمار احتمالات شما وین ریت اینجا مثلا به طور مثال گرفتین چند؟ به طور مثال گرفتین 70%، یک به یک هم هست. شما اینجا مدیریت ریسک بهتون میگه که شما چند درصد ریسک بکنید. اگر اینجا شما 1% ریسک بکنید هیچ وقت بازنده نیستین. ولی اگر ریسک به ریوارد شما مثلا یک به یک اگر باشه و وین ریت شما 70 باشه، 1% شما هرگز نباید بیشتر ریسک بکنید. ولی اونی که مثلا ریسک به ریواردش 2 و وین ریتش مثلا بالای 80، اینجا یه طرف دیونه است مگه مثلا بگیره، مثلا 1% بگیره. این وین ریتش اگر 80%، این باید مثلا 2% ریسک بکنه و خیلی سریع پیشرفت میکنه این آدم. داستان اینه. ببینید البته این مواردی که میگم یک چکیده، یک کله کوه یخیه که مثلا فرض بکنید مثلا یک کوه یخ وجود داره، مثلا 1% بالا، 99% پایینه. اینا رو شما در بک تست، البته اگر منتور باشه مثلا اینا رو میتونه که تمام مواردش رو به شما مثلا گوشزد بکنه. البته یک مورد رو بگم که در بخش منتورشیپ شما 6 ماه حداقل، هر استادی که باشه 6 ماه شما زمان میگیره. هر هفته بهتون طبق استراتژیتون و روانشناسی و از اینجور محاسبات پیچیده داره، طبق اینا بهتون تمرین میده. هر هفته شما تمرینات رو انجام میده و میره
چی کار میکنی؟ این تمارین انجام میده، هر هفته میاد 1 ساعت اون استاد، اون منتورشیپ تمام موارد رو بررسی میکنه، آنالیز میکنه. وقتی آنالیز کرد برای هفته بعد تمرین دیگه میده. البته بحث این گام 4 1 ماه زمان میبره. گام های بعدی رو در موردش صحبت میکنه. گام 4 گفتیم که تعیین کننده ترین گام تریده، یعنی راه آدم برنده و بازنده در گام شروع گام 4، اون کسی که برنده این گام را درست رفته. در گام 5 ببینید شما چی کار باید انجام بدین. در گام 4 تمام مراحلی که انجام دادین شما در گذشته چارت انجام دادین و از خودش خیلی رضاکاری ها داره که نمیخوام واردش بشم. در گام 5 شما باید همون بک تستی که اونجا انجام دادین اینجا بیاید در شبیه ساز یا همون سیمولاتور بیاین سری مثلا 1 هفته 100 دانه چی بگیرین؟ 100 دانه فوروارد تست بگیرین، یعنی شبیه سازی که خیلی سرعتش بالاه. شما 100 دانه بک فوروارد تست اینجا انجام بدین، بازم به همون سوالات قبلی جواب بدین. اینجا چی مشخص میشه؟ یعنی مشخص میشه که اینجا چی سرعتش میخوام بگم که میره بالا. شما قبلا مثلا در گذشته چارت گذشته رو چک میکردین، ولی اینجا شما دقیقا میاین دقیقا اینو میخواین مثلا با خودتون ثابت کنید که همون موارد روانشناسی و مدیریت سرمایه، آمار، نمیدونم استراتژی چقدر ملکه ذهنتون شده. اینجا میبینید که یک سری مشکلات شما دارین. البته خیلی مشکلات دارین. مرحله 5 خیلی مشکل دارین. 2 ماه زمان میبره. در طول این 2 ماه هر هفته استاد میاد یک سری تمارین خاص به شما میده و هفته قبلی شما رو بررسی میکنه. شخصیت شما رو اینجا استاد میشناسه که چی شخصیتی دارین، یعنی یا شخصیت کمالگرایی دارین، عجولین یا صبورین. طبق شخصیت شما در طول 2 ماه هر هفته 1 ساعت به شما میگه که شما چی کار باید انجام بدین. هر هفته بهتون میگه همون موارد گام 4 رو میگه که شما ملکه ذهنتون بشه و چقدر توانایی اجرا دارین. اون که گذشته 4 بود، الان در سیمولاتور خیلی سریع شما چی توانایی اجرایی دارین. و گام 6 رو هم اینجا بگم. در گام 6 چه اتفاقی میفته؟ در گام 4 و گام 5 شما به سوالات متعدد از روانشناسی، مدیریت ریسک، آمار احتمالات رسیدین، به پاسخش هم رسیدین، منتورشیپ راهنمایی کرد. در مرحله 6 شما چی کار انجام میدین؟ در مرحله 6 منتورشیپ کنار شماست. در 2 ماه کنار شماست اینجا که ببینه شما مثلا در بک تست، فوروارد تست استراتژی شما به شما وین ریت 70% مثلا بهتون میداد، مثلا ریسک ریوارد 1:2. از لحاظ روانشناسی شما هیچ ترس و طمع و اینجور چیزایی ندارین. از لحاظ مدیریت ریسک، از لحاظ ریاضیات استاد بهتون گفت که شما دقیقا چی کار باید انجام بدین، یعنی چقدر باید ریسک بکنین. یکی رو بهش میگه که 0.5% ریسک و یکی رو میگه 3% ریسک. استاد بهتون گفت، ولی اینجا میگه که یک حساب $10 باز کن که چقدر شما توانایی اجرای اینو داری. و 2 ماه شما هر هفته 1 ساعت، یعنی روندش اینجوریه که هر هفته به شما میگه که این هفته شما ترید بزن. آخر هفته من میبینم که شما تمام اون قوانینی که وجود داشت آیا توانایی اجراشو داری یا توانایی اجراشو نداری. اگر توانایی اجراشو نداری هفته بعد میگه این کار انجام بده، این کارت اشتباه بود، این کار دیگه انجام بده. اینجوریه که شما در گام 6 توانایی اجرای همون استراتژی که در گام 4 بک تست گرفتین، در گام 5 فوروارد تست گرفتین و تمام موارد روانشناسی، مدیریت ریسک و
اینا رو یاد گرفتین، اینجا بتونید توانایی اجراشو داشته باشین. و همینجا یک مورد رو بگم که یک دوره آموزشی خوب اگر خواستین شرکت بکنید، اگر پیدا بکنید، این فقط راهنمایی، هیچ نوع تبلیغی نیست. اگه قرار بود تبلیغ بودیم من قطعا دکور خیلی لوکس جور میکردم، نور پردازی خیلی خوبی میکردم. به همین دلیل میگم که چند چیز میتونه که شما خیلی زودتر موفق بشه. اولین چیز منتوره. منتور اگر نباشه، شما مثلا اساتید پکیج فروش بهتون میگه که برو فلان کتاب بخوان، فلان کتاب مثلا البروکس بخوان، فلان کتاب روانشناسی نمیدونم مارک داکلاس بخوان، شما مور اون 6 ماه زمانتون میگیره. ولی در گام چهارم و پنجم و ششم اینجا یک منتور خودش قبلا این راه رفته، دقیقا میدونه تو از لحاظ روانشناسی چی مشکلی داره، دقیقا همون نقطه رو میگه که این مشکل داری. نه اینه که شما بیرو مثلا اونجا 6 ماه کتاب بخونه تا اینه که مثلا یا 1 سال کتاب بخونه تا مشکلتو پیدا کنی، اینجا بیای مثلا ببینی تکنیکال یادت رفته. پس یک از راههایی که میتونه خیلی زودتر شما موفق بشی منتورشیپه. دوم همینه که یک مجموعه باشه. حالا خدا ببخشید من نمیخوام اصلا تبلیغ کنم. ببینن اصلا من یک چیزی رو همینجا بگم، من دوره هایی که خودم دارم، دوستا و رفقایی که دارم، ظرفیتش قبل از قبل پر میشه. اینجوری براتون بگم. خب من خودم هر 2 ماه مثلا 15 نفر شاگرد میگیرم، ولی مثلا از قبل اینا ثبت نام میشه. خواستم اینو بگم که تبلیغ نکرده باشم. خب دوره خودم ببینید، یکی از چیزهایی که میتونه بعد از منتورشیپ موفق، یعنی مثلا تبدیل کنه شما رو به یک آدم موفق، یک گروه، یک مجموعه هست که شما برین در اون مجموعه سوالاتتون مثلا به طور مثال گروه تلگرامی همتون یک سبک کار میکنید، همتون مثلا تریداتون رو میذارین، یکی مثلا نگاه میکنه که سود خوبی کرده، یکی مثلا یک اشتباهی کرده، همدیگر راهنمایی میکنه. این میتونه در موفقیت خیلی تاثیرگذار باشه. و منتورشیپ خیلی مهمه. و منتورشیپ درست رو بشناسید. منتورشیپ درست چیه؟ منتورشیپ درست بین 10 تا 15 نفر بیشتر نمیتونه ساپورت کنه. پس خیلی دنبالش بگردیم، دنبال منتورشیپ خوب. چرا نمیتونه؟ چون هر هفته این آدم، البته جنبندی اگه بکنم، 6 ماه اول شما اصطلاحات یاد میگرفتین، مرحله اول تا 3 رو طی میکردین که گفتم. در مرحله چهارم، پنجم، ششم منتورشیپ هر هفته 1 ساعت با هر نفر جلسه داره. 5 روز هفته که هم خودش تریت میکنه، میمونه 2 روز هفته. در 2 روز هفته فقط میتونه بین 10 تا 15 نفر رو ساپورت کنه. اونی که 100 نفر رو ساپورت میکنه ببینید دروغ میگه. واقعیت رو بگم. من خواستم این ویدیو رو به خاطر این ضبط کنم که یک سری از دوستان زیاد، البته دوستان زیاد هستن، به این پیام میدن که تو به این بگو کارم مثلا راهنمایی کو این چیه اون چیه. خواستم که هر وقت هر کسی سوال کرد، چون ذهنیتشون رو میشناسم که این سوالات میپرسه، خواستم اینا رو ضبط بکنم و ارجاع بدم به همینجا. و در آخر میرسیم به مرحله شیرینی، گامش هفتم. در گام هفتم یک منتورشیپ به شما اجازه میده که شما یک حساب واقعی باز بکنید، یک حساب پراپ بگیرید، به سود برسید. اینجا 1 ماه استاد در کنار شما که در پراپ شما چی کار میکنید، در حساب اگر پراپ گرفتین، اگر حساب واقعی باز کردین چی کار میکنید. این پروسه 1 سال حداقل زمان میبره تا شما موفق بشین. این پروسه که گفتم نکته به نکتهش، یعنی اینجا باید بگم که اگر یک نکته شما اینجا اشتباه بکنید 99 نمیشه، شما 0 میشید، 0 و 100. پس انتخاب کنید که چی استاد رو شما میتونه در موفقیت شما تاثیرگذار باشه.
اگر بر اساس پکیج شما پیش برین میتونید همین گام ها رو برین، ولی 4-5 سال زمان میبره. گام چهارم و پنجم و ششم و هفتم 4-5 سال زمان میبره، چون شما خودتون نمیتونید تشخیص بدین که اشتباهتون چیه. گام هفتم، بعد از گام هفتم، البته بعد گام هفتم هم باید بگم عزیزان، بعد گام هفتم این مراحل همه رو طی کرد. شما یک حساب مثلا پراپ 10,000 یا مثلا تا 25,000 بگیرین، همون سالهای اول شما بین سالهای اولی که ترید رو یاد میگیرین بین حدود 600-700 دلار تا 1000 دلار میتونید در بیارید. اگر با پراپ شما ببخشید، اگر شما با منتور برین روزانه شما 2 ساعت در 1 سال اگر زمان بذارین میتونید تریدر بشین. اگر با خودآموز برین یا همون پکیج برین، کتاب های مختلف برین، شما چقدر زمان میبره؟ حداقل 4-5 سال. دوستان عزیزم، امیدوارم که این ویدیو آموزشی به دردتون بخوره. امیدوارم که در قله های موفقیت ببینمتون. امیدوارم که همیشه موفق و پرسود باشین.